با استفاده از دو روش می توانیم قابلیت تقسیم بر عدد 7 را برای دانش آموزان تشریح نماییم و بهتر است که در هر دو روش از اعدادی که بر 7 پوره قابل تقسیم است و اعدادی که بر 7 پوره قابل تقسیم نیست کار گرفته شود. برای وضاحت بهتر میریم طرف فعالیت ها. قابلیت تقسیم بر عدد 7. فعالیت اول، توسط روش ذیل بررسی میکنیم که آیا اعداد 147 و 225 قابلیت تقسیم بر عدد 7 را دارند یا خیر. روش اول، این روش دارای 4 مرحله می باشد. در مرحله اول عدد داده شده را به دو بخش یعنی رقم یک ها و متباقی ارقام جدا میکنیم. رقم یک ها 7 است و متباقی ارقام 14 است. در مرحله دوم رقم یک ها را ضرب 5 میکنیم. یعنی رقم یک ها 7 ضرب 5 مساوی میشه 7 5 35. در مرحله سوم حاصل ضرب یعنی عدد 35 را با متباقی ارقام که عدد 14 است جمع میکنیم. متباقی ارقام 14 جمع 35 5 و 4 9 1 و 3 4 49. به خاطر باید داشته باشیم که اگر حاصل جمع ما یک عدد بزرگتر از عدد 70 شد آنگاه 3 مراحل فوق را بر اما حاصل جمع تکرار میکنیم. در مرحله چهارم حاصل جمع یعنی عدد 49 را بررسی میکنیم که آیا در جدول ضرب زبانی 7 وجود دارد یا خیر. در جدول ضرب زبانی میبینیم که 49 ما وجود دارد. 7 ضرب 7 49. پس عدد داده شده ما که 147 بود بر عدد 7 قابلیت تقسیم را دارا می باشد. اکنون میبینیم که آیا عدد 225 قابلیت تقسیم بر عدد 7 را دارد یا خیر. باز هم مانند قبل عدد داده شده را به دو بخش یعنی رقم یک ها و متباقی ارقام جدا میکنیم. رقم یک های ما 5 و متباقی ارقام 22 می باشد. در مرحله دوم رقم یک ها یعنی عدد 5 را ضرب 5 میکنیم. 25. در مرحله سوم حاصل ضرب یعنی عدد 25 را جمع متباقی ارقام یعنی عدد 22 میکنیم. متباقی ارقام عدد 22 جمع حاصل ضرب عدد 25 مساوی به 5 و 2 7 2 2 4. در مرحله چهارم حاصل جمع یعنی عدد 47 را بررسی میکنیم که آیا در جدول ضرب زبانی 7 وجود دارد یا خیر. در جدول ضرب زبانی 7 میبینیم که عدد 47 وجود ندارد. پس عددی 225 قابلیت تقسیم بر عدد 7 را ندارد. فعالیت دوم، آیا اعداد 238 و 157 قابلیت تقسیم بر عدد 7 را دارند یا خیر. روش دوم، این روش نیز دارای 4 مرحله می باشد. در مرحله اول عدد داده شده را به دو بخش یعنی رقم یک ها و متباقی ارقام جدا می کنیم. رقم یک ها 8 متباقی ارقام 23. در مرحله دوم رقم یک ها را دوچند می کنیم یعنی ضرب 2 می کنیم. 8 ضرب 2
16. در مرحله سوم حاصل ضرب یعنی عدد 16 را از متباقی ارقام تفریق میکنیم. متباقی ارقام 23 است، منفی حاصل ضرب هم 16 است. از 13 که 6 کم کنیم 7، از 1 0. به خاطر باید داشته باشیم که هرگاه حاصل تفریق بزرگتر از عدد 70 باشد، آنگاه 3 مرحله فوق را بالای حاصل تفریق دوباره انجام میدهیم. در مرحله چهارم میبینیم که آیا حاصل تفریق ما 0 است و یا عددی است که در جدول ضرب زبانی 7 وجود دارد. پس حاصل تفریق ما 7 است. آیا در جدول ضرب زبانی 7 وجود دارد یا خیر؟ دیده می شود که عدد 7 در جدول ضرب زبانی 7 وجود دارد، یعنی 1 ضرب 7 7 است. پس 238 قابلیت تقسیم بر عدد 7 را دارا می باشد. و حال می بینیم که آیا عدد 157 قابلیت تقسیم بر عدد 7 را دارد یا خیر. باز هم مانند قبل در مرحله اول عدد داده شده را به 2 بخش یعنی رقم 1 ها و متباقی ارقام جدا می کنیم. رقم 1 ها 7، متباقی ارقام 15. در مرحله دوم رقم 1 ها را دوچند می کنیم، یعنی 7 را ضرب 2 می کنیم 14. در مرحله سوم حاصل ضرب یعنی عدد 14 را از متباقی ارقام یعنی عدد 15 تفریق می کنیم. 15 منفی 14، 15 منفی 14 1. در مرحله چهارم می بینیم که آیا حاصل تفریق ما در جدول ضرب زبانی 7 وجود دارد یا خیر. دیده می شود که حاصل تفریق ما نه 0 است و نه در جدول ضرب زبانی 7 وجود دارد. بنابراین عدد 157 قابلیت تقسیم بر عدد 7 را ندارد.